قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: الكبر بطر الحق وغمط الناس. با حمد و سپاس و ثنای پروردگار و صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، در ادامه بیان علائم و نشانه های کبر و خودبینی هستیم که پاره دیگر از این نشانه ها معرفی میشه تا بهتر هم به این پدیده بد و این گناه بزرگ پی ببریم و هم بتونیم علاج و درمانش بکنیم. یکی دیگر از نشانه های کبر و خودبینی اینه که انسان متکبر در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نصیحت رو نمیپذیرد. حالا یه وقتی ممکنه نصیحتگو اشتباه بکند، درست نصیحت نکنه، به هر کسی ممکنه ور بخوره، ولی انسان متکبر نخیر، اصلا نصیحت کردن رو توهین میدونه. کسی نصیحتش بکنه ننگه، چون خودش از همه برتر و بالاتر است، آگاهتر است، داناتر است. توهین میدونه به کسی بهش نصیحت بکنه، بلکه او هست که بایستی نصیحت بکند، پند بدهد، فرمان بدهد. و زمانی هم که نصیحت میکند با درشت خویی، نه با نرم خویی، نه با مهرورزی، با تندی، با خشونت، با اهانت کردن به اون کسانی که دارد براشون نصیحت میکند. این یکی از نشانه های کبر و خودبینی به حساب میاد. همچنین نپذیرفتن قضاوت و داوری مگر در شرایطی که حق به او داده شود. یعنی تا زمانی که قاضی و حاکم و داور که کار قضاوت و داوری رو انجام میدهد حق به او بدهد، بله، اون داور و اون قاضی آدم بسیار خوب، عالم، فهمیده و آگاه است. اما زمانی که حق به جانبش نیست، به صاحب حق داده شود، نمیپذیرد، با تندی برخورد میکند و حتی ممکنه گهگاهی نفهمیده و ندانسته بگه اصلا من به شرع قبول ندارم. این خیلی خطرناکه. ممکنه قصدی نداشته باشه ولی کلمه سنگینی است. من به شرع قبول ندارم یعنی به دین خدا قبول ندارم. این خیلی خطرناکه. ممکن انسان متکبر به اونجا هم برسه که من به شرع قبول ندارم، به هیچ احد الناسی قبول ندارم، فقط با زور. حالا هم میخواد که از طریق زور و یه وقتی رشوه دادن و پارتی استفاده کردن حق رو به ناحق بکنه. نگاه کردن به دیگران، به ویژه فقرا، مساکین، گمنامان، اونایی که در جامعه از طبقات پایینن، وقتی انسان متکبر باشه به اونها به دیده بسیار تحقیرآمیز نگاه میکند. برخورد او با اونها بد است.
به هر جنبه از زندگیش نگاه بکنی، در رفتار و تعاملش با انسانهایی که از طبقه پایین میبینه که باعث انسان بیشتر به آنها توجه بکند، اونایی که مریضن، اونایی که پیرن، اونایی که فقیرن، مسکینن، درمانده‌اند، تهیدستن. ولی کل حال امتحان الهی است و ابتلاست. به کسی مال و ثروت و موقعیت و نام و نشان و قدرت میدهد، کسانی گمنامن، فقیرن، تهیدستن. ابتلا و امتحان است. این دو قش در برابر همدیگه، تعاملشون با همدیگر یه فتنه و آزمایش و امتحان الهی است. ولی انسان خودخواه نمیتونه با آنها کنار بیاد، در مجالسشون حاضر بشود، در مراسمشون شرکت بکند. دعوتی که از او میشود اصلا به خود اجازه نمیدهد که دعوت همچه افراد رو بپذیرد که همنشین و حاضر در مجلس انسانهای فقیر مسکین. نمیدونم من با اون نامم، با اون نشانم، با اون لباسم، با اون موقعیتم در کنار همچه افراد به خودش اجازه نمیده. حتی اگر به زبان نگه در قلبش همچه حسی است و اجازه هم نمیده اون چه احساسی دارد، اون احساسش بهش اجازه نمیده که بره دعوت یک انسان مستمند فقیر مسکین رو بپذیرد و اجابت بکند. نقل شده که عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه غلامی و برده ای از بردگان مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه ازش دعوتی کرد. در حالی که روزه بود، عثمان در به عنوان خلیفه مسلمین رفتن، حضور پیدا کردن، اما عرض کرد که من روزه ام، اما اومدم که اجابت دعوت بکنم و دعای خیر بکنم به صاحب دعوت، عنوان یک خلیفه. لذا پیغمبر فرمودن علیه السلام حق المسلم علی المسلم خمس، به صورت مطلق. دیگه نگفتن که این مسلمان و اون مسلمان با هم فرق میکنه، تبعیضی قائل بشن. حق یک مسلمان بر یک مسلمان، حقوق متقابل است. فقیر بر تاجر و غنی بر فقیر، اونی که جوون بر پیر، اونی که پیر بر جوون. همه اقشار و افراد مسلمانن. این حقوق به صورت دو جانبه متقابل بایستی رعایت بکنن. فرمودن رد السلام، کسی بهت سلام کرد جواب سلام رو بده. اگر از روی خودبرتر بینی باشه که واقعا هم اطاعت نکردید که جواب سلام رو ندادید، هم متکبرید. جواب سلام دادن حقه. وقتی مسلمان گفت السلام علیکم، جوابش دیگه واجبه. اگر از روی کبر و خودبینی ندید که دیگه جزو گناههای بزرگی است که متکبر هم هستید. اما اگر از روی بغض و کینه و قهر باشه که انسان جواب نده، بازم پیغمبر فرمودن علیه السلام که اگر کسی پیش دستی کرد و سلام کرد، طرف جواب نده، نه اینکه متوجه نشده، متوجه شده، حالا قهره، بغض داره، فرشتگان جواب سلامت میدن و او که جواب نداده شیطان با اوست و شیطان جوابش میدهد. و عیادت المریض، به عیادت بیمار رفتن، حالا هر کی باشه، فقیر باشه، غیر فقیر باشه. اتباع الجنائز، تشییع جنازه کردن حق مسلمانه. و اجابت الدعوه، ازت دعوت به عمل آورد، دیگه نباید تبعیض و تمییز قائل بشید که این فقیر، این فقیر نیست. و تشمیت العاطس، تشمیت العاطس یکی از آداب زیبای دینی است که ارتباط اجتماعی رو قوی می کند. حالا درسته که در چارچوب خونه این ادب رو رعایت بایستی کرد، در بیرون از خونه هم به همین صورت. یه مسلمون عطسه‌ای زد، خب جزو آدابشه بگه الحمدلله. ما وقتی عطسه زدیم میگیم الحمدلله. شنونده‌ای که در کنارش هست وقتی شنید که کسی که عطسه زده گفته الحمدلله، بگه یرحمک الله. این یرحمک الله گفتن تشمیت العاطس هست، اجابتش کردن. طرف مقابلم در جواب اون میگه که یهدیکم الله و یصلح بالکم. ببینید این گونه دعاها ارتباط ها رو قوی میکند. سلام کردن، جواب سلام، احوال پرسی، الحمدللهی که عطسه میزنه طرف میگه بهش میگید که یرحمک الله. اینا همه ارتباط رو خیلی نزدیکتر و قوی میکند.
از نشانه های کبر و خودبینی نحوه راه رفتن هست. ممکنه راه رفتنم مغرورانه باشه از روی کبر. حالا یا پا رو محکم رو زمین بکوبه، گردن بکشه، با یک ژست و قیافه خاص بخواد خودنمایی بکنه. ممکنه مثلا با لباس، با آرایش خاص، با خودنمایی خاص و ویژه، همون گونه که پیغمبر علیه السلام فرمودن که مثلا لباس نو و زیبا و کفش و دمپایی نو نمیتونه کبر باشه، ولی کبر تحقیر مردم یه بخشش. ممکن اگر انسان بیاد با همون لباس نوش دیگران رو تحقیر بکنه، فخر فروشی بکند، کبر است. پس با راه رفتن، با طرز لباس، با طرز صحبت کردن، نحوه صحبت کردن، ممکن انسان بیاد مثلا به یه نحوی دهنش رو بکنه، حرف بزنه که نشانه از پوز دادن و کبر و خودبینی و فخر فروشی باشه. نمیدونم راضی نباشه که حتی با زبان جواب یه نفر رو بده، با یک اشاره سر و کله تحقیرآمیز، با ابرو، با چشم. یعنی به خودش اجازه نمیده که حتی حرف بزنه با طرف. اون خود شخص میدونه که این حرکت ها نشأت گرفته از حس خودبینی است یا نه. اگر نشأت گرفته از حس خودبینی و کبر و غرور باشه، به عنوان متکبر به حساب میاد. لذا پروردگار میفرمایند ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. مغرورانه روی زمین راه نرو، با غرور پا رو محکم روی زمین نکوب، که اگر قلدرانه و مغرورانه راه برید روی زمین، نمیتونید زمین زیر پایت که مخلوقی از مخلوقات خداست رو بشکافید، و نه هم میتونید با این گردنکشی به بلندای کوه ها برسید. یعنی کوه ها و زمین زیر پات از تو مستحکمترن، قویترن. یه ذره هستید که در برابر جهان هستی چرا این ژست رو بگیرید؟ و در داستانی هست که در جنگ احد پیغمبر علیه السلام قبل از اینکه جنگ شروع بشود شمشیری رو به دست گرفتن و عرض کردن چه کسی میتواند حق این شمشیر رو ادا بکند؟ حق این شمشیر که میتونه امروز در میدان جهاد ادا بکند؟ خیلی آمدن، حتی زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه اومد. ابو دجانه رضی الله تعالی عنه یکی از شاگردان و یاران پیغمبر علیه السلام بلند شد و عرض کرد که یا رسول خدا علیه السلام، حق این شمشیر چیه که ما ادا بکنیم؟ فرمودن چنان کسی که این شمشیر رو به دست میگیرد بجنگد، جهاد بکند با دشمنا، که این شمشیر امروز خم بشود، کج بشه. ابو دجانه گفت که من حقشو ادا میکنم. پیامبر علیه السلام شمشیر رو واگذار فرمودن به ابو دجانه. ابو دجانه یه پارچه سرخ رنگی رو بیرون آورد، پیشانی خودش رو بست. صحابه گفتن این پارچه مرگ و بسته بر پیشانیش، و شمشیر رو به دست گرفت. در میان صفها از روی ژست و قیافه خاصی راه میرفت. دیدید انسان وقتی ژست میگیره متکبرانه چطوری راه میره، با تبختر و تکبر. ابو دجانه در حالی که شمشیر پیغمبر علیه السلام در دست داشت، در میان صفها قدم میزد و این طرف اون طرف راه میرفت با یک غرور خاصی. پیامبر فرمودن علیه السلام انها لمشیه یبغضها الله الا فی هذا الموطن. این راه رفتنی که ابو دجانه داره خدا دوست ندارد. راه رفتنی است که خدا نمیپسندد مگر در یک چنین موقعیتی، در میدان جهاد، که انسان بخواد عزت خودش و غرور خودش رو، غرور ایمانی خودش رو به دشمن نشان بدهد، نه به برادر مسلمان خودنمایی بکند، نه دهنکجی به دین خدا، نه تحقیر به یک مسلمان در برابر دشمن. بله یه وقتی کبر حق است، از روی حق در برابر دشمن انسان ابراز و اظهار غرور، قدرت، توانمندی میکند، در برابر دشمن خودش رو ذلیل و خوار نمی کند. این کبر و خودبینی و این غرور به حق است که پیغمبر فرمودن علیه السلام فقط در یک چنین موقعیتی همچه راه رفتنی و همچه ژست و قیافه گرفتن درست است، و الا خدا دوست نداره در موقعیت های دیگه.
پس ممکنه انسان با راه رفتنش هم جس بگیرد و خدایی نکرده با لباس خودش فخر فروشی بکند، با خونه و ماشین خودش، با دار و ندار خودش، با علم خودش، با همه مسائل، حتی با عبادت خودش. ممکنه انسان با عبادت خودش هم مغرور بشه، با عبادت، با نماز، با تقوا، نماز شب، روزه های سنت، صدقات، کارهای بسیار درست، خیلی خداپسندانه. اما ممکنه شیطان انسان رو بفریبد و از در کبر و خودبینی وارد بشود. به خاطر عبادتش ممکنه سعی بکنه به خاطر مالش، به خاطر علمش، به خاطر پولش، به خاطر نام و نشانش، به خاطر جمالش، به خاطر تمام موقعیت ها مغرور نشه، اما به خاطر عبادتش اعجاب به نفس داشته باشه، به جایی برسد که همه رو گمراه، همه رو فاسق، همه رو مبتدع، همه رو بدبخت، همه رو جهنمی، همه رو گناهکار فقط خودش هست. بلخص نمازهای شب، عبادات ارزشمند که بیشتر به انسان تواضع بده، ممکنه از در غرور واردش بکنه شیطان و گولش بزنه، تا جایی که پیغمبر فرمودن علیه الصلاة و السلام لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من العجب. اگر شما هیچ گناهی نکنید، من از چیزی بر شما میترسم که از گناه ها بزرگتر است و اون عجب است. انسان گناه نمیکنه، اعجاب به نفس، خودبینی که بله به هر کسی نگاه میکنه عیبی درش میبینه، فکر میکنه همه مردم معیوبن، گناهکارن، منم که عیب ندارم، منم که بهشتیم. قضاوت میکند رو مردم، مردم رو به جهنم میفرستد، عبادات مردم رو ملغا میکند، باطل میسازد. لذا در حدیث صحیحی بازم پیغمبر فرمودن علیه الصلاة و السلام که مردی قسم خورد که به خدا قسم خداوند فلانی نمیامرزد. حتی در روایاتی هست که بارها اون فلانی رو دیده بود بر گناه، نصیحتش میکرد ای مرد از خدا شرم بکن، چرا گناه میکنید؟ بعد از چند مرتبه نصیحت قسم خورد که به خدا قسم خداوند این بنده خدا رو دیگه نمیامرزد، مورد مغفرت خدا قرار نمیگیرد. خداوند وقتی هر دو رو از دنیا برد احضارش کرد، گفت کیه که این جرأت به خودش میدهد که من الله این کار رو نمی کنم؟ مغفرت و آمرزش کار خود خداست، هیچ احد و ناسی دخالت ندارن، نه فرشته‌ای، نه انسی، نه جنی، مال خودشه. به هر کی بخواد میبخشد، به هر کی هم نخواد طبق حکمت و مهر و علم خودش میبخشد، به هر کسی هم نخواد نمیبخشد. چه کسی است که همچه جرأتی میکند که بگوید به خدا قسم که من الله به فلانی نمی آمرزم؟ ای مرد بدان که من اون فلانی رو که قسم خوردید که خدا آنو نمیبخشه بخشیدم، مورد مغفرت قرار دادم و اعمال تو به خاطر چه بوده؟ به خاطر عجبش، و اعمالت همه رو باطل کردم. تمام اعمالت باطل شد، از روی عجب بوده، خودبینی بوده. من در پایان یک تذکری، یه نکته‌ای دارم تو همین زمینه، خیلی وقت نمیگیره، 2-3 دقیقه انشالله دقت داشته باشید. نگاه کنید، بحث عجب، بحث خودبینی بالاخص در زاویه و بعد عبادت و بندگی مسئله بسیار مهم و حساسی است. یه بخشش ممکنه انسان ندانسته، حالا به خاطر چند باب علمی که انسان بخونه، چند تا کتابی مطالعه بکنه، صحبت‌های این و اون گوش بده، خدای نکرده ما خودمونو به عنوان قاضی و داور قرار ندیم که رو افراد یک مردم قضاوت بکنیم، داوری بکنیم، نسبت به عباداتشون ملغا بکنیم. مؤمن در این حد بایستی بایستد که نسبت به گناهکاران فقط ترس داشته باشه که نکنه انسان گناهکار مورد عذاب قرار بگیره، اما به هیچ عنوان نمیتونه رو تک تک افراد معین قضاوت بکند. حتی اگر مسلمان و مؤمن با کوله‌باری از گناه از دنیا برود و بمیرد، حق نداره قضاوت بکنه که او حتما جهنمی است و مورد مغفرت خدا قرار نمیگیرد. حق نداریم، اون دیگه دست خداست. بهشت و دوزخ من و تو نه مالکشیم نه صاحبشیم، خود الله جل شأنه و خداوند میدونه که در این سینه ها و این صاحبان دل چه میگذرد و در دل انسان ها که اون نکته اصلی و محل اصلی است که نظرگاه پروردگار است، به دل است. ممکنه همون من ظاهری که منی که به ظاهر مثلا خودنمایی میکنم، ظاهرم ظاهر صلاح است اما باطنم ویران است.
و همون کسی که به ظاهر چیزی به حسابش نمیاریم اما قلبش مالامال از ترس خدا و محبت خداست، اما مغلوب این نفس اماره و جو و شرایطی که در اون واقع شده قرار گرفته، اما قلبش خدا میدونه که چقدر با خداست، نگران است، ناراحت است به خاطر همون گناهش. و اونی که عبادت میکند به خاطر عبادت شاید نگرانی و ترس اون ندارد. لذا مواظب باشیم، قضاوت و داوری کارمون نیست، تحقیر نکنیم، عبادات مردم رو باطل نکنیم. یه نکته مهمی که در این زمینه هست، به گذشتگانمون، گذشتگانی که اهل علم بودن، اهل دانش بودن، مشایخ، علما، صلحا، عابدانی که صالح بودن، نکنه خدای نکرده قدممون بلغزد همه افرادی که گذشتن از اهل علم و ملاها و نمیدونم علما و صلحا رو بگیم نه اینا اهل گناه بودن، اهل فسق بودن، اهل بدعه بودن، اهل فلان بودن، مبتدع و گمراه و بدبخت و بیچاره بدونیم. من همینجا از جوونا میخوام، جوونایی که با غیرتن، جوونایی که استعداد دارن برن، نه اینکه در حد یک کتابی بنویسن، خیلی خلاصه و مختصر از مشایخ، علما، صلحا، ملاها، از خود روستا گرفته تا روستاهای دیگه در جزیره، برید شرح حالشون رو بنویسید، بررسی بکنید. چقدر انسانهای وارسته، انسانهایی که صاحب کرامت بودن، اونا رو بشناسیم. ما ملاهایی داشتیم که 50-60 سال معلمی قرآن کردن، عمر خودشون رو گذروندن. چگونه بعد بیایم خدایی نکرده به جایی که ذکر خیری بکنیم بدگویی بکنیم، اونا رو به عنوان مبتدع بدونیم که اهل بدعه بودن، اهل فلان بودن، 50 سال 60 سال عمر خودش رو با قرآن صرف کرده و صدها بلکه هزاران نفر رو به قول خودمون ملا کرده، قرآن بهشون یاد داده. مدارسی بوده در جزیره و در خارج از جزیره، خدمات ارزشمندی رو کردن، دین رو به مردم آموختن، کار قضاوت و داوری کردن، ائمه مساجد بودن، خطابت رو انجام دادن، سالهای سال عمر خودشون رو در این راه صادقانه و خالصانه سپری کردن. انسانهای صالح هم بودن، به همین صورت انسانهای عابد بودن. اینه که مواظب زبانمون باشیم و اینه که اون توصیه قرآنی رو رعایت بکنیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اونایی که بعد از گذشتگان میان، مایی که اگر اومدیم نسل گذشته رو به نیکی یاد بکنیم، برای خودمون و اونها دعای مغفرت و رحمت بکنیم و در دل نسبت به اونها بغض و غش و کینه راه ندیم، تا خداوند به خاطر برکت محبت ما نسبت به صلحا، به گذشتگان صالح، ما رو هم بیامرزد و ما رو محشور با اونها بکند در فردای قیامت. امیدوارم که خداوند به هممون توفیق بده که دلمون رو باز بکنیم، خدایی نکرده با تنگ نظری، با جهل و نادانی، با شتاب زدگی قضاوت رو گذشتگان و آیندگان و اون کسایی که در حال حاضر هستن نکنیم، مگر اون جایی که نیاز هست، اونم با مراجعه به اهلش که اهل علمن. موفق و مؤید باشید. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی و لوالدیکم و استغفروه انه هو الغفور الرحیم. جواد کریم برحمته و هو ارحم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.